بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به حلقه دومین به کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه که مختصرا نبذه برای شما میگوییم که آوردن که علامه امام اللالکائی ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن السبيل الحق هو السنة والجماعة. آنچه که کتاب الله تفسیر کرده است که آیت هایی است که ما رو دعوت کرده است که تا که پیروی سنت پیامبر رو کاملا پیروی بکنیم، چون که یگانه راهی که راه حق این راهی که از طریقی سنت و الجماعت می باشد. عبدالله ابن عباس در تفسیر این آیتی سوره مائده می گویند که لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. الله می گوید که ما برای هر کدام از شما آیین و رویش قرار دادیم، که شرعتا و منهاج را میگن که سبیل و سنت. عبدالله ابن عباس میگن که این طریقی راهی پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیروی کردن از راهی پیامبر. ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها. الله میگوید که ما بر تو یک راه قرار دادیم که پس او رو پیروی بکن. این را میگن که الله میگوید که پیروی بکنید پیامبر رو از طریقی سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم. چون عطا میگوید که عطا الذین اتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسایی که به آنها ما الله میگوید ما کتاب دادیم آنها یتلونه حق تلاوته، تلاوت میکنند، تلاوتش رو به جا میبرند، حق تلاوت رو میدن. یتلونه رو میگن یتبعون حق اتباعه، پیروی میکنن الله رو. و یعملون به حق عمله. و این چنین الله میگوید که بر ما قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله پیامبر رو امر میکند که بگوی پیامبر اگر شما الله رو دوست بدارید، مردم بگو که اگر الله رو دوست بدارید پس مرا اطاعت کنید، مرا پیروی بکنید، الله شما رو دوست می‌دارد. کدام شخصی که از سنت های پیامبر عمل میکند و به مردم میگوید و پایبند است و استوار میایستد در سنت های پیامبر، خواه گفتار خواه عملی، و او را الله دوست می‌دارد. چون که اتباع پیروی پیامبر از همه جهت، ما شمائل محمدی رو گذاشتیم و از همه جهت پیامبر رو آموختن و پیروی کردن، این علامت دوست داشتنی الله می باشد. بنابراین و یعلمهم الکتاب و الحکمت. الله میگوید که ما پیامبر ها رو فرستادیم که تا که تعلیم دهند کتاب و حکمت را این سنت شرح دادند. و آیت ها بسیار که و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. الله گفته است که من بخشنده هستم برای شخصایی که توبه میکنند و آمن و عمل صالح میکنند و عمل صالح رو ثم اهتدى لزوم السنه والجماعه. بنابر همین آیت های بسیاری آمده است که الله میگوید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. الله میگوید که هر وقتی که بر شما نزاع خیست، شما به الله و رسول برگردید. یعنی ما پیروی الله و پیروی پیامبر کردیم، در حقیقت نزاع از بین میبرود، اختلاف میبرود. یعنی در این آیت خبر داده است که این نزاع و استیزه ها می شود و معالجه او این
به کتاب الله برگشتند و با سنت پیامبر برگشتند. پیامبر بین ما نیستند، اما سنت ها و گفتار پیامبر، راهی رویش پیامبر بین ما هست. ما باید پایبندی این راه ها باشیم. و میبینیم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. الله میگوید که اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبر را و اولو الامر منکم و امیرهای خود را، راهبرهای خود را قرار دهید. یعنی راهبر شما، عبدالله ابن عباس میگویند که یعنی اولو الفقه، یعنی شخصایی که از دین با خبر هستند. اولو العلم، یعنی ما اهل علمی خود را، راهبرهایی که علم دارند، اهل علم داشته باشند، آنها را اگر پیروی کردیم و از آنها پرسیدیم، این هم نیز پیروی سنت می باشد. انسان های مردم مسلمان زیرک همیشه یک امر پیش می آید، یک فتنه بین مسلمانان وقتی که برانگیخته می شود، همون زمان به عالم های ربانی، طالب علم های ربانی برمیگردد. به یک طالب علم نمیگردد. ما به یک طالب علم اگر برگردیم، این مثل یهود و نصرانی ها میشویم که نصرانی ها به کتاب خودشان بر نمیگشتند، به علماهایشان بر میگشتند و یک همون علم هایشان حرام رو حلال گویند، حلال رو حرام بگویند، اطاعت میکردند، از دلیلش نمیپرسند. ما عالم های خود رو، عالم های ربانی رو بسیار نزد خود قرار دهیم، شماره هایشان در نزد ما باشد و وقتی که میپرسیم بگوییم که در کدام آیت و در کدام حدیث در این وقت ما نجات نیابیم. وقتی که آیت رو بر ما گفت و حدیث رو بر ما گفت، با فهمی صحابگان و تابعین و یعنی پیامبر چگونه ای که شرط داشتن، همچنان پیش خود از هوای خود نگویند. بنابر همین یعنی ما باید با طریقه سنت پیامبر باشیم. از سخنهای فکر و عقلهای خودمان رو، راهی روشی خودمان رو از راهی روشی الله و رسول مقدم ندانیم. الله میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید، شما یگان فکرتان، یگان عملتان، یگان کار خودتان را از الله و رسول مقدم ندانید، بلکه یعنی همیشه امر الله و رسول را مقدم و نمونه خود قرار بدهیم. این بود حلقه دومین شرح مختصری اصول اعتقاد اهل السنة والجماعه.